والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه در آغاز صحبت از پروردگار برای همه شما و اهل و پیوندان و نزدیکان و اهل و خانواده، دوستان و پیوندان، از پروردگار عزت و برکت و سعادتی دائمی و ابدی را با دعا تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه سربلند با عزت و با برکت در حفظ حمایه و پناه خودش نگاه بدارد، سعادت ابدی نصیب روزی بگرداند. موضوع امروزه ما درباره ماه شعبان و شب برات است که این خیلی ماه مبارک است و اون شب هم شب مبارک است، شب مغفرت گناه است و شب هستی توبه کنندگان رو پروردگار به درگاهش قبول میکند، یعنی پاکشوی از گناه است. و ببینید با هر بهانه، با هر مناسبتی همیشه پروردگار وعده چی رو میدهد؟ وعده قبول کردنی توبه ها رو. حالا خود میگوید استعاذ بالله و توبوا الی الله توبه نصوحا. شما به سوی پروردگار بر بگردید، توبه کنید، توبه نصوحا کنید، پروردگار حتمی توبه رو قبول میکند. حالا مثال عادی، هر انسانی اگر مهمان دعوت کند البته آمادگی میبیند و از بیرونی دروازه یا که از خوب از حولی یا از محیط خانه مهمان رو استقبال میگیرد، داخل خانه میبرد. خب میشینند و مهمان رو خوش آمدید میگوید و به قدر امکان چای ضیافتی تقدیم میکند. حتمی یعنی در عرف مردم ما هست که خیلی مردمی مهمان نواز و هر چی که دارد پیش مهمان میبرد. یعنی در تجربه دوی میبینیم، از خود سالی میدیدیم که در خانه ما هم باشد، خانه پیوندان و نزدیکان دیگران هم که باشد، یعنی یک آمادگی جدیه برای مهمان نوازی و مهمان قبول کنی و مهمان گسیل کنی میدیدن و میبینن. حالا شما تصور کنید که شما یعنی توبه کنید، هرچی زود بر بگردید و مهم اساس که برگشتید در نیت و در ذهن و فکر و اندیشه‌تون رفتنی به اون گناه دیگر نباشد. یعنی توبه چی هست؟ توبه همونی رو میگویند که میگوید پروردگار من توبه کردم، در غفلت موندم، شیطان غافلگیرم کرد، توبه کردم، دیگر نمیکنم. دیگر برگشتن نباشد به اون گناه، این رو میگن توبه نصوح. یعنی اصلا به اون گناه یا حتی همون گناه کردگیش رو دویم چی میکنن؟ استغفار میگوید، به زبان نمیورد. حالا متاسفانه بعضیا میگن ای خیر که در یوشی تری کردیم بعد از همون گناه کردگیش با غرور افتخار چیکار میکند؟ یعنی یادآوری میکند. نه، باید که ذکر گناه هست. وقتی گناهی رو کردی دیگر ذکرش نه، یعنی به زبان دیگر نیارید. میدونید چی معنی دارد باز؟ حالا بعضی‌ها از گناه کردگیش پیش دیگر وای من دغدغه ایتر کردم و دیگر کردم. همه مردم رو با همون گناهش چی میگیرد؟ شریک میگیرد، شاهد میگیرد. همه اون مردم رو شاهد میگیرد در گناهش. برای همین پروردگار در آیه مبارکه میفرماید استعیذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میگه شما در کارهای نیکی دست جمعانه کارهای نیکی رو انجام بدید. چرا نمازی با جماعت 27 دست از نمازی تنها گذار؟ برای همه اون مردم شاهدی میدین که شما در مسجد بدید، شما نماز گذاشتید، شما توبه کردید، شما دعا کردید، شما یعنی دیگر پروردگار هم میگفتید، شما الله میگفتید، اونا شاهدی میدهند. این تاثیر دارد. حالا کاری خیری رو چی باغ، راه، مکتب، یتیمخانه، مسجد سهم میگذارید. گروه مردم، یک مجموعه از مردم چیکار میکنن؟ سهم گذاری میکنن. شما هم شریک میشه در این کاری خیر. فرد و روز قیامت همونایی که اون کاری خیر رو انجام دادن همگی
میگن پروردگارا من اون کار نیک رو کردم، فلانی 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 ها با من بودن در این کاری خیر. اون که نومی خودت رو ذکر میکند کامیابی خودت رو اگر چندی بخواهد هم اساس کامیابی خودت نیست که خودت رو کامیاب کند نجات بده، نه، نجاتی خودش رو میخواهد که پروردگار رو اگر که حالا دیگر من شهید دارم در کاری خیرم فلانی 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 در این کار خیر ما یک جای انجام دادیم، این کار خیر کردم من، پروردگار رو اجرش رو به من چیز عطا کن. یعنی چی؟ در کارهای خیر میگوید همیشه دست جمعانه کارهای خیر رو انجام بدهید و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون یعنی همکاری کنید در کارهای خیر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در معصیت گناه و کارهای بد زشت هیچ وقت همکاری نکنید. چرا؟ بخاطر که حالا اون مجرمی رو که اون مجرم و اون آسیم و گناهگاری که میبرندش حساب و کتاب میگه پروردگار رو فلانی 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 ها بدن با من، اون با شاهدی اون در اون گناه و معصیت و در اون جرم شما رو هم میکشن میبرند. برای همین باید که انسان در گناهش، حالا که باید گناه نکند اصلا، حالا انسان است اصلا باید گناه نکند، حالا انسان است ضعیف است، از ناتوانی و ضعیفی گناه کرد، هیچ کس رو شاهد نگیرد که اونا شاهدی میدهند که این گناه رو کرده بود. و ذکر گناه نزد دیگران شاهد کشیدن همه اونها در معصیت گناه هست. برای همین یعنی ماه شعبان ماهی عمل صالح، ماه نیکی و نکوکاری، ماهی پاک کردن قلب از کینه و کدرت، از عداوت و دشمناگری، از کسی رو رنجیده بود، کسی رو رنجانده بود، هر چی که باشد، یعنی هر چی که باشد از معصیت گناه کردگیش توبه کند صدقان، قلب رو صاف و پاک، نیت رو نیک کند، حتی اگر کسی رو هم ظلم کرده بود به خاطری که از این ظلم، ظلم میگه چی؟ ظلم پیمان اساسان میگه که ظلم تاریکی های روز قیامت است. یعنی چی؟ ظلم کردن به کسی که نباشد قطع نظر به پدرت است، به مادرت است، به همسرت است، به فرزندت است. وقتی که ظلم میکنید این ظلم ناکامی های دنیا و تاریکی های آخرت است. میگوید تاریکی آخرت یعنی چی؟ عذاب روز قیامت است، عذاب روز قیامت است ظلم. برای همین اولا هر کسی که ظلم کردی بعد چیز توبه کند، بگوید که پروردگار من توبه کردم. اگر در یادت هست که کی رو ظلم کرده بدید، پروردگار فلانی 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 مظلومان من رو از نام من رحمت مغفرت خیر و برکت زیادت رو براشون برسون، اونا رو راضی بگردون. اگر حیات هستند و میشناسیدش و میبینیدش، خب بگید که برادر خیلی وقتی بود، خب وقتی غافلی بود یا جاهلی بود، هر چی بود نبود، حالا شما رو ظلم کرده بودم، میبخشید، عذر. و اگر که حالا دیگر نمیبینیدش، از پروردگار طلبی چیز، پروردگار رو رحمت مغفرت و خیر برکت زیادت رو به فلانی مظلومی من برسون که فردا روز قیامت دامن گیرم نشود، از گلویم نگیرد، از گریبانم نگیرد. مبادا این ظلم کردگیم رو در غفلت بدم یا مغرور بدم یا جاهل بدم یا نمیدونستم حالا کردم. پروردگار رو این ظلم‌های کردگی من، این گناهانی کردگی من رو بیامرز
و پروردگار فلانی که من ظلم کرده بودم، رحمت و مغفرت خیر و برکت زیادت رو برسون و هدایت و برکت و سعادتشون بده. پروردگار من رو از عذاب و از عقاب و از عاقبت بد ظلمم نجات بده. از عاقبت بد ظلمم نجات بده. این خیلی مهم است. وقتی که به پروردگار مناجات کردید، دعا کردید، پروردگار حتمی قبول میکند. حالا گفتم که پروردگار میگه توبه کنید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اگر در گناه زیاده روی و اسراف هم کردید، از حد گذرانیدید. اسراف یعنی چی؟ از حد گذرانیده. حالا در گناه از حد هم گذرانیدید، از رحمت پروردگاری ناامید نباشید. شیطان ناامید از رحمت الهی است. لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الهی محروم و از رحمت الهی ناامید نباشید. خود رو محروم نکنید. وقتی که دعا میکنید، حالا گفتم که توبه کنید، پروردگار میگه توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه کنید توبه نصوح، یعنی قبول میکنه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. وقتی که پروردگار میگه توبه کنید، بعد توبه قبول نمیکنه. وقتی که پروردگار میگه دعا کنید، بعد دعا قبول نمیکنه. پروردگار یعنی وعده خلاف و دروغگو است. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. پروردگار وعده خلاف و دروغگو نیست. پروردگار هر چی که گفت میکنه. ولی انسان ها هستن که دروغ میگوین که وعده خلافی میکنن. برای چی وعده خلافی میکنن انسان ها؟ شاید تو از روی ناتوانی یا از روی کبر. چه وعده میکند و میگه برادر خواهم وعده کردگیتون عهد کرده بدیم، چی شد این عهد و پیمان و وعده؟ ولی اگر متکبر و مغرور باشد، نگه برای چی کاری میکنی بکنی؟ نمیتونم، تمام نمیکنم، تمام. چیزی که دستت میاد بکن، تمام. از روی کبر، از روی غرور. حرام است، گناه است. یا اینکه وعده میکند بعد دیگه اون امکانیت ها از دستش میرود، با وعدهش وفا کرده نمیتواند. اگر که مسلمان باشد، مؤمن باشد، بگید که پروردگارو من به فلانی وعده کرده بودم، حالا که دیگر توانی اون وعده ادا کردن وعده هم ندارم، پروردگارو توانم بده، یا که فلانی رو رحمت و مغفرت خیر برکت زیادش بده که من وعدهش کرده بودم، حالا دیگر به عهدم وفا کرده نمیتوانم، برکتش بده. عوض وعده های من رو خودت بده. در موضوع آمدگی است که یک نفری از قرضدار شدگان پیش دوستش میرود، میگه برادر خب میدونم که خودت هم شرایط نداری، لیکن یک مصلحت بده که خیلی قرضدار شدگی هستم، حالتی وزنین، چیکار کنم که از وضعیت بد، از تنگ دستی، از قرض، از خجالت نجات بیابم؟ میگه که برو پیش حاتم طایی، یعنی سخی مشهور. میگه برو پیشی که حاتم طایی که خیلی انسانی دست به خیر و سخاوت پیشه است و هیچ کسی رو ناامید محروم نمیگرداند، کمکت میکند. من باوری دارم که کمک میکند، چرا که بسیاری رو کمک کردش، شما رو هم کمک میکند. بروید. بعد میگه که که حاتم طایی در صرفه حولیش نشسته است، دست برداشتگی است، میگه پروردگارو همین مردم نزد من به حاجتشون میآیند، به من بده تو اینکه مردم رو بدیم. مناجات این رو شید، عقیب گشت رفت. بعد دوستش از پیشش برآمد. لبیک. السلام علیکم. علیکم السلام. الحمدلله. سلام باشید. مرحبا. ما بخشش خواهری عزیز برنامه مستقیمی یوتیوبی داریم. اگر در موضوع سوالتون باشد بهتر، لیکن هر سوالی باشد مرحمت. خب ما برای کدام
که شوهرم اون سال بگونده ترستان بود. خب اما اوله شوهر بگونده مخالف اشته وقتی من زندگی کنم باید که بعد اون وقت هم شوهرم چند با جنگ باشه به سر کارش تبایی که دوستا طلاق دادم دوستانم. خب بعد مدرسه رفتم. خب بشه خودم مدرسه رفتم خیلی باید دادم. خب و یه زندگی کردم که باید کردم یه زندگی که من خیلی که جنگ دور و تلفن گفتن که نکردم جواب دادم گفتم لیکن من نشنیده بودم. من خیلی دادم شما دادم و خیلی دیگه نکاح نکردم بودم. خواهر عزیز سوال شما دور دراز است. شما میتوانید با شوهرتون رئیست فتوا بیایید و تفصیل، یعنی فکر میکنم که شما رو چند بار طلاق دادگی است همین خیلی؟ انا بو شوكات با تلفن نفعی دادم. انا بو که دادم دلوقتي داشتم بحرية داشتم چند بار شده که. خب شما با شوهرتون بیایید این مسئله را، یعنی یک طرف ما گوش نمیکنیم. مسئله های دعوایی که طرفین دو طرف وابستگی دارد، از دو طرف وابستگی دارد، ما باید دو طرف رو گوش کنیم، هم شما هم شوهرتون رو گوش میکنیم. بعد موافق شریعت فتوا میدید رئیست فتوا. شما برای رئیست فتوا رو بیایید با شوهرتون. این شوهرم اکا باید جواب شما مثل انگار خودم با تلفن گفت نمیشه. میشد شما بعد تلفن کنید، بعد یک ساعت نیم ساعت بعد زنگ بزنید میلش. خدا خیر برکت موفق شد. خب تلفن اداره است دیگر مسائل گوناگون اینجا دوی مراجعت میشود. به هر حال من از بینندگان عزیز عذر میخوام که حالا دیگر از موضوع بیرون رفتیم. به هر حال میگوید که این دوست پیش حاتم توی میرود که میگوید پروردگار رو به من بده که این مردم به من مراجعت میکنن به اینو بدیم، پروردگار رو بده که به اینو بدیم که زیاد مردم مراجعت میکنن. از برآمد رفت دیگر از حاتم هیچ طلبی نکرد. رفت که دوستش از پیشش برآمد گفت چیزی داد؟ گفت نگفتم. گفت چرا؟ گفت یک گدایی که گدایی میکنه چرا من با او بگم؟ ولی که اون از پروردگار طلب میکردش برای من، چرا من خودم طلب نکنم که با واسطه حاتم به من بدهد؟ ولی من میرم خودم تورات میکنم، عبادت هم میکنم و بالای جای نماز دعا هم میگویم، پروردگار به من میدهد. حالا فهمیدم که حاتم برای چی به دیگران میداده است. برای همین وقتی که پروردگار میگه توبه کنید، توبه را حتمی قبول میکند. وقتی که پروردگار میگه دعا کنید، دعا را حتمی قبول میکند. چرا که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار دروغگو نیست. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دروغگو نیست، حتمی قبول میکند. مهم اساس برای دعا میکردگی و توبه میکردگی شکاک نباشد، دل متردد دل نباشد. یعنی با اخلاص تام، با کمال آداب، با کمال تواضع، با کمال باوری و با کمال قناعتمندی و با ایمان کامل، یعنی چیز یا توبه یا که دعا کند پروردگار قبول میکنه. تمام. یعنی این ماه شعبان و شب برات ماه توبه است، ماه نیکی است، ماه نیت رو نیک کردن است، ماه قلب رو صاف و پاک کردن است. نیت رو نیک کنید، قلب رو صاف و پاک کنید و تلاش کنید. تلاش مهنت زحمت در اسلام به نهایت مهم است. حالا بعضی حتی همین نقطه روشنی اندازم، بعضی توکل رو نادرست میفهمند. تو نیم روزه میزند خواه میگه خیلی توکل به خدا، خدا رزق میرسوند. و پروردگار اون رزق تا به وجود آوردگی است، نمیارد در بغلت بدهد. چطور که خودت رو خلق کرد، رزقت رو به وجود آوردگی هست پیش از خودت. لیکن تو را از تو میخواهد که چیکار کنی؟ مهنت کنی، زحمت بکشی، تلاش کنی، اون با راه حلال، با نیت نیک، قلبی صاف و پاک، مهنت و زحمت حلال، اون رزقت رو با راه حلال به دست بیاری. توکل این نیست که تو نیم روزا بزنی خواه کلک کدو بری دم کند، دیگه نه عقل کار میکند نه هیچ چیز.
سحر بر وقت بخیز، شب بر وقت خواب کن، سحر بر وقت بخیز. 1.5-2 ساعت پیش از طلوع آفتاب خب یگون حرکت میکنی یا که عبادت میکنی یا که بالای جای نماز مینشینی یا هر کاری که کاری خانه انجام میدی، خصوصا خواهرای عزیز لباس سر لباس، یعنی یا که لباسای فرزندان رو میشوید یا که خانه و در جا به جا میکنید، پاکیزه و میرو بدید، همین عبادت است، برکت است. با خودت در عمر خودت، در عمر فرزندانت، در خانه‌ات برکت میوید. صبح بر وقتی برکت است. دانشمندان اسلام میگویند که صبح چیست؟ صبح بر وقت پیش از طلوع آفتاب وقتی تقسیم رزق است. وقتی بیدار باشید اون رزق را پروردگار با دست ملائکه های متصدی و وابسته با برکت برایت میدهند، با برکت میگیری. و سلامتی هم خیلی وابستگی دارد از همین صبح. حالا انسانایی که 6 7 8 ساعت خواب میکنن خودشون ندید خطری فلج شدن هست، انسول شدن هست. چرا؟ بخاطر اینکه انسان 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت خواب کند، گردش خون سست میشود، خون قوس میشود، رگویی که اگر کنه لربستگی تنگ شدگی داشته باشد خون نمیگذرد. وقتی که از اون رگ چی میکررگ باشد، چی رگوی اساسی باشد نگذاشت، انسان یک عضوش فلج کرخت میشود، فلج میشود. برای همینم ما در دیگر نمازانی، خصوصا در نماز بامداد در اذان داریم الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر است. چرا؟ علم کشف کرده است که 80% سکته قلبی و سکته مغزی میگرفتگی در همین وقتی صبح است، در وقتی پیش از طلوع آفتاب، بعد طلوع آفتاب است. چرا؟ بخاطر که خواب میرود 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت گردش خون سست میشود، خون قوس میشود، حرکت نمیکند بدن، سکته میگیرد، یا سکته مغزی یا سکته قلبی. خدا نشان ندهد، خدا ما و شما رو عافیت نشان ندهد، عافیت دهد. برای همین الصلاة خیر من النوم چی؟ یعنی از این خوابت نمازت بهتر است که سلامتیت رو برقرار میکنی. حالی که خیلی طهارت کردی و رکوع و سجود و دیگری حرکت ها رو که انجام دادی، گردش خون معتدل میشد، تمام سلامتیت برقرار میشد، برکت است. اکثریتی کشورهای پیشرفته حتی غیر اسلامی، غیر مسلمانی، صبح بر وقت خواب میروند، صبح بر وقت میخیزند، شب بر وقت خواب میروند، صبح بر وقت میخیزند، در حرکت. در اینجا برکت است. وقتی که بر وقت خیستید، خداوند عزوجل برکتش رو برایت میدهد. رزقت رو، برای کارت رو، رزقت رو با برکت میکند، عمرت رو با برکت میکند، خانه‌ات رو با برکت میکند، خانه‌ات رو آرام میکند، فرزندانت رو با برکت میکند، آیندهت رو با برکت میکند. 90 ساله، 80 100 ساله، 105 ساله. من رفتم دیدم یک چند پیش 103 ساله. حیاتی که دارم میگوید هیچ وقتی طلوع آفتاب نماز بامداد خواب نبودم، بر وقت میخیستم و نماز طاعت عبادت هم انجام میدادم، با وجود اینکه وظیفه و منصب‌های عالی مسئولیتناک انجام میدادم. لیکن بر وقت خیزی هم عادتم. پدرم حتی از پدر کلانی ما قصه میکند که نصیحت هم کرده بود، دملوی قزونچی، دملو عبدالرحیم علیه الرحمه رحمت الله علیه. با نصیحت همونو هیچ وقت، یعنی سحر بر وقت میخیستم از پی کار. الحمدلله تا حال 103 ساله گوشش مثل گوش من میشنود، دیدنش مثل همین یک جوان میبینم. خب میگه کم کم این زونه و قگپا نمیگیرد. خب دیگه آفرین 103 ساله آدمو در 70 80 از جوشون خیسته نمیتوانند. لیکن صبح خیزی، سحر خیزی برکت دارد. برای چی من تاکید کردم؟ به خاطر که خیر برکتی همه شما رو میخواهم، خیر برکتی همین سرزمین، همین کشور، همین وطن رو میخواهم، خیر برکت و سعادتی همه شهروندان و هموطنان و مسلمانان رو میخواهم.
برای این باید تلاش کند مسلمان. توکل این نیست. توکل یعنی چی در اسلام؟ هر چی که از دستت میآید میکنی، با بهترین نوع انجام میدهی کارت رو، با تمام توان و با نوع بهترین و اعلا انجام میدهی کارت رو. توکلش رو به پروردگار میکنی. این رو میگن توکل. گروهی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با وجود اومدن، رفتن در مسجد. یک روز، 2 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه از مسجد نمیبرویند، فقط کارشون طهارت عبادت. بعد خبر به حضرت عمر رضی الله عنه رسید، رفتن اون محل شکایت کردن که یک گروه مردم پیدا شده است در مسجد، یک گروه مردم پیدا شدن در مسجد، نه کار میکنن نه از مسجد میبرویند، دویم در این مسجد هم، شبم در مسجد، روزم در مسجد. حضرت عمر در حیرت ماند، رفت گفت که شمایی هستید که همه که هست میگویند که از مسجد نمیبرویند، شما هستید یک گروه یا چند نفری؟ گفت ما هستیم. گفت شما کی هستید؟ گفت ما توکل کردگانی در رزق به پروردگار. پروردگار رزق ما را میدهد، ما فقط عبادت میکنیم. حضرت عمر غضبش آمد، گفت که شما دیدید باری از آسمان تنگه و طلا باریده باشد یا ریخته باشد؟ گفت نه. گفت از آسمان چی میریزد؟ گفت پر میبارد، باران، برف میبارد، باران میبارد. گفت برای چی میبارد؟ گفتن نمیدونی. گفتن حالی که نمیدونید به خاطر میبارد که شما برای اون زمین رو خوب چقدر جفت کنید، گردباد کنید، خاک رو، دانه رو بگذارید، بالایش رو بپوشانید، بعد توکلش رو به پروردگار کنید. یعنی هر چیزی که از دستت میآید، یعنی توکل اصلا چی هست؟ بسم الله میگوی، حالا دعای بسیار جامع و حکیم هست. بسم الله ربی الله حسبی الله توکلت علی الله اعتصمت بالله فوضت امری الی الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. دعا یعنی چی؟ بسم الله به نام پروردگار. ربی الله، مربی و خالق و رزق دهنده من پروردگار است. حسبی الله، پروردگار من رو بسنده است. توکلت علی الله، توکلم رو به پروردگار کردم. اعتصمت بالله، با پروردگار پناه گرفتم. ما شاء الله، هر چی که پروردگار بخواهد، لا قوة الا بالله، همون میشد. هیچ کسی تغییر این رو ندارد. این رو میگویید، اول مهنت زحمت رو میکشید، هر چی که از دست میآید به نوع بهترین و عالیترین انجام میدهید، بالایش رو میپوشانید، توکلش رو باز به پروردگار میکنید. اول بسم الله میگویید، بعد توکل به پروردگار میکنید. این رو میگویند توکل. حالا بازم به خاطر روشن شدن این مسئله، چطوری که میگویند مثال مسئله رو روشن میکند. چند نفر رو دیدم که بسیار افسوس خوردن که ما دخترمون رو به همین فلانی دادیم، بسیار آدمای نمیشیدنی دیگر. حتما بعدی دادن فهمیدید که نمیشیدنی هست. و پیش چرا پروسس رو نکردید؟ دلو بعضی ها همین که اون کس اون نفر اومد یا که یک نفری را دید که دیگر سکه و صورت و رنگ و بار و دیگر میگه تمام میشه. یعنی نمیپرسد کی هست، چی خصلت دارد، با کی خوشی دارد، با خویشاش، با خویشاوندانش چی مناسبت دارد، چی معامله با همسایگان، چی معامله دارد، چی رفتار دارد. و علیکم السلام. استاد یک سوال داشتیم. مرحبا. در مورد همین شب شیر روی میگردد چگونه عبادت کرده و نماز خاص داره یا که چخل نماز خونه؟ سلامت بشه، دیگر سوال نیست؟ نه تمام. موفق باشی، خدا خیر برکت ده. حالا چیز اون چی مناسبت دارد، چی معاملت دارد، همون زنگیر چی خصلت دارد، بنگی هست، هنگی هست، معتاد هست نیست،
زینوکار هست، فاسق هست، فاجر هست، چی هست؟ خب باید هم کورسی و هم صنفی و همسایه و باید بپرسی. وقتی خواستگار آمد بعد فرزندش در دهن سگ میپرتاید، بعد یک عمر شکایت میکند میگردد. او وقتی خواستگار آمد خوش آمدید، خب ما را مهلت بدید، یک فکر کنیم، اندیشه کنیم، بعد پرس سراغ کن، قده‌هاش بپرس، همسایه‌اش بپرس، همکارش بپرس، رفیقاش بپرس، دوستانش رو ببین کی هست، دوستانش رو ببین یا چند دوستش رو ببین چی کارن، انیق میشود که کی هست. تمام. میگوین چیز مقال هست، میگوید که بگو دوستانت کی هستن، من میگویم تو کی هستی. تو بگو دوستانت کی هستن، من میگویم تو کی هستی. همه این بعد این سنجش خوب سنجش کردید، یعنی همه طرفه سنجیدید، دیدید، برآمدید. بعد که دیدید که میشیدنی است، بگو خود توکل به پروردگار. در ظاهر توکل هیچ چیز نیست، در اصل توکل همه چیز است. باز هم اگر پروردگار نیک نیارد، یعنی از دستت هیچ چیز نمیآید. و خاطری که نیک بیاید پیش بسم الله میگید، وقتی که تصمیم گرفتید توکلت علی الله میگید. این خیلی مهم است. لیکن متاسفانه بسیاری فرزندانشون در دهن سگ میپرتند، بعد دیگر یک عمر او دیده او بیچاره در پره روش نمیدونه چیکار کنه. توکل این نیست. خیلی اومده است توکلش به خدا بتی برود. او سنجیدی، پرسیدی، مهلت گرفتی، نه، این توکل نمیگوید. برادران اهل اسلام، بینندگان عزیز گرامی، توکل یکی از بهترین عبادت ها است، یعنی امید کردن به پروردگار. لیکن قبل از توکل هر چی که از دستت میاد باید سعی و تلاش کنی. هر چی که از دستت میاد باید سعی و تلاش و کوشش و با تمام توانت اون کار رو بررسی و تحلیل و تشخیص کنی، بعد توکل به پروردگار کنی. در همین صورت ان شاء الله امید است که هرگز ناکام نشوی. حالا مسئله که میگه شب برات یعنی چی؟ شب مخصوص. درست شب مخصوص است، لیکن نماز با نماز نفلی، کدام نمازی کدام دعای مخصوصی نیامده است، وارد شدگی نیست. لیکن شب ذکر است، شب تسبیح است، شب تهلیل است، شب قرائت قرآن است. در طهارت کن، در رکعت نمازی توبه بخون، نیت کردم بگذارم 2 رکعت نمازی نفلی توبه. حالا که نماز که خوندی توبه استغفرالله چند صد بار یا چند هزار بار، چند هزار بار یا چند صد بار درود و صلوات و دعا کن. دعا سپر مؤمن است، دعا سلاح مؤمن است. دعای دو گروه انسان ها قبول نمی شود، دیگر دعای همه قبول می شود. یکی الو. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از رجای از سوال داشتیم. خوب، همین حضرت می گفتید که در شب برات کدام دعاها خواندن بهتر است؟ سلامت باشید. شما برنامه رو تماشا دارید یا تماشا داریم؟ شنیده شدید؟ من شازه میگم. خب سلامت موفق باشید و خیر برکت. خب دعای همه قبول می شود مگر 2 نفر. یکی مشرک که به پروردگار شریک میارد، یکی چیز مشاحن. یعنی مشاحن چی؟ انسانی که در قلبش عداوت، دشمنوگری در قلبش چیز؟ در قلبش عداوت و دشمنوگری نسبت همون شخص دارد، نسبت شخصی دارد. برای همین این همه به خاطر چی؟ به خاطر است که این قلب ها رو پیش از رمضان، که رمضان خیلی ماه مبارک است، اینا آمادگی برای ماه مبارک رمضان است. حالا 15 روز پیش از ماه مبارک رمضان شب برات قلبت رو پاک کن. رمضان رو با قلب صاف و پاک، با پاکی یعنی چیز استقبال بگیر.
حالا حدیثی پیامبر علیه السلام است که میگویند که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگار شعبان و رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردان و ما رو به ماه مبارک رمضان برسان، یعنی به سعادت برسان. ماه مبارک رمضان ماه سعادت است، ماه مغفرت است، ماه برکت است، ماه یعنی چیز کامیابی هست و این ماه برسان. و دانشمندان اسلام هم در این موضوع میگویند که یعنی ماه رجب یعنی چی؟ ماه کشت کار، ماه کشت کار. ماه شعبان چی؟ ماه آب دادن، رعابتی که خوب زیبا شود، زینت شود، برکت شود. و ماه مبارک رمضان ماه غن داشتن، حاصل یا حاصل گرفتن، غن داشتنی، برداشتنی حاصل. لبی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سوال بود اگر وجود داشت. مرحمت گوش میکنم. استاد امین شب براعت از زنده داشتن چه حکم دارد و چه ثواب دارد و کدام شب ماهی شعبان است؟ خدا خیر برکتی است. دیگه سوال نیست؟ نه امین. موفق باشید ان شاء الله که خداوند مبارک بگرداند. ماه 15 شعبان یعنی شب 15 شعبان است، شب براعت، شب عبادت است. حتی بدون خوابی هم آمدگی نیست که باید که انسان همه شب رو یعنی عبادت کند، نیامده است. لیکن شب طاعت عبادت، شب طلب رحمت مغفرت، شب عبادت است. اگر انسان عبادت انجام میدهد خداوند عزوجل برایش خیر برکت دنیا و آخرت نصیب رجوع میگرداند حتما. لبی. الو میشنوم. سلام علیکم. و علیکم السلام. پیغمبر سوال داشتم. مرحمت. آیا شب برات یگان دلیل و اساس دارد؟ اساس شرعی دارد. سلامت باشید. وارد شدگی هست، لیکن عملهای مخصوص یا دعاهای مخصوص یا نماز مخصوص از پیامبر علیه السلام و از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وارد شدگی نیست. اما دعای معصوره ای که هست و قرآن بهترین ذکر است. ولی قرآن رو چی خونده؟ اگر خونده میتواند قرآن بخوند، اگر قرآن خونده نمیتواند قرآن رو بشنود. و ذکرها سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم، ذکرهای مخصوص است که باید که ذکر کند. لبه گوش میکنه. الو گوش میکنم. لبه یعنی هر چی که داند، هر چی که میداند همون رو انجام میدهد. شب ذکر است، شب استغفار است، شب تلاوت قرآن است، شب احسان نیکی است، شب پاکی قلب است. لبه گوش میکنم. لبه آواز اومده ایستاد است. الو میکنه از بیرون از خط میشود چیز. خب الو سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام. آیا همین شب برات در قرآن و سنت ذکر شده است؟ سلامت باشید. شما تکرار به تکرار همین سوال چند بار اومده ایستاد است. خوب دقت کنید من جواب میگم. سلامت باشید. خب شب برات یعنی ذکرش اومدگی است. پیامبر علیه السلام گفتگی هستند که شب طلب رحمت و مغفرت است، شب قبول توبه است، شب پاکی قلب است، شب ذکر است، شب تلاوت است، شب احسان و نیکی هست. احسان و نیکی تنها با مبلغ و با مال و ثروت نیست. احسان و نیکی یعنی چی؟ نیتت رو نیکی کسی رو رنجونده، تماس بگو برادری عزیز خیر ما عصبی شده بودم، رنجونده بودم، میبخشید، عذر میخواهم، خداوند بیامرزد، لیکن شما گذشتینید از من. تمام. این رو میگن نیکی، این رو میگن احسان. یا اینکه کسی رو یکم باره خجالت کرده بدید، خیر برادری عزیز نافهم
و در غفلت و دیگر مشمور خجالت کرده بودیم بین مردم، کمی شرم کرده بودید با سخنهای ما، عذر میخواهم، میبخشید. خداوند عزوجل هم با اون هم به خودت اجر میدهد. این شبی یعنی عبادت است. یعنی شب ذکرش اومدگی هست، پیامبر علیه السلام گفتگی هستن، لیکن عبادتی که معین اومدگی نیست که چند رکعت نماز بخواند، چند بار استغفار بگوید، چند بار یعنی چی بگوید. بهترین ذکر و صلوات بهترین صلوات ابراهیمی است. هر نمودی صلواتی که باشد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تشغل الظالمين بالظالمين وتهلك الكافرين بالكافرين وتخرج المسلمين من بينهم سالمين. دو در حق امت اسلامی تمام مسلمان ها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمامی نمود کدامی نمودی که نباشد درود و صلوات. لكن استغفار 4 نمود استغفار داریم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام و منك السلام تبارك ربنا یا ذا الجلال والاکرام، که همچنین که سنت از بعد نمازهای فرضی میگوییم. ولی این استغفار به خاطری که عمل‌های عبادتت قبول شود هست، نه برای یعنی معصیت انجام داده. یا که نمود دیگه استغفار استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه. یا اینکه استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. یا اینکه سید الاستغفار، پیامبر علیه السلام میگن که کسی اگر شب این سید الاستغفار بخواند، اگر اجلش هم که وقتش تقدیرش باشد که در همون شب از این دنیا می رود، مستقیم جنت می رود. یا روزی اگر این سید الاستغفار رو بخواند که در اون روز اگر از این دنیا رحلت کند، مستقیما جنت می رود. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سید الاستغفار. درود و صلوات و تلاوت قرآن هر جایی که باشه، خصوصا آیاتایی که صفاتهای پروردگار آمدگی هست، اگر اون رو بخواند باز. خب دیگه همه قرآن خونده نمیتونند که حفظ میدونند. سوره الحمد، سوره فاتحه، بهترین دعا در قرآن سوره فاتحه است. وقتی که بخونی دعا پروردگار دعایت رو استجاب میکند. سوره الحمد میخونید، آیت الکرسی را میخونید، اگر میدونید اخیری 2 آیت اخیری سوره بقره را میخونید، اگر میدونید سوره اخیری سوره حشر را میخونید. استعوذ بالله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. 3 آیه اخیری سوره این سوره مبارک. علم نشرح را 7 باری بخون. سوره علم تر کیف 7 بار بخون. سوره قل یا قل والله قل اعوذ برب الناس. اینا رو بخون. یعنی به نوبت یک بار اگر که از اول شروع میکنی که درود صلوات، بعد استغفار، بعد قرآن، باز نماز، شب مبارک و دعا قبول میشه. 2 گروه مردم مسلمان، یا که مسیحیت، یا که 2 گروه انسان ها رو، یا که مسلمان هم باشد به نام مسلمان هم که باشند، یعنی دعایشون رو پروردگار قبول نمیکند. یکی مشاحین میگوید. مشاحین یعنی کی؟ نسبت شخصیت ها بی‌نهایت عداوت و دشمنوگری دارد. دشمنوگری نسبت شخصیت. یا اینکه نسبت نعمت اون شخصیت عداوت دارد، اون را میگن چیز؟ حسد بر. حسد از مشاحین فرقش در همین است که مشاحین به شخصیت دشمنی دارد، حسد بر به نعمت اون شخص، به شخصیت کار ندارد، که به نعمت‌هایی که اون شخص دارند به اون نعمت‌ها دشمنی دارد که کاش از همین این نعمت‌ها رو دارد، کاش نمی‌داشت. نعوذ بالله. غیبتن ارزوی اون نعمت رو دارد. حالا علم است، حافظ قرآن است، نعمت‌های فراوان زیادی دیگری دارد.
پروردگار به من هم مثل اون بده. این رو میگن چیز؟ این جایز است مفق شریعت. آرزو کردن این نعمت ها، پروردگار این نعمت رو بده. حالا خونه خوب دارد، فرزندی نیک دارد، فرزندی صالح دارد، زنی صالحه دارد، حالا نعمت های دیگری دارد، سلامتی دارد. پروردگار اگر این رو میگن چیز؟ غیبته. یعنی آرزوی اون نعمت رو، آرزوی اون نعمت با وجودی زوالی از اون برادرت نی. وقتی که آرزوی اون نعمت رو با زوالی از اون میکنی که پروردگار از اون بگیر به من بده، الان این رو میگن حسد و این دشمن نعمت است و مشاحن دشمن انسان است که به شخصیت عداوت دشمنوگری دارد و حسد میبردگی دشمن به اون نعمتی که اون انسان دارد است. یعنی فرقش در همین است. حالا این همه دعا بگوید، حتمی خداوند عزوجل دعایش قبول میکند، توبهش قبول میکند و دیگر که به پروردگار شریک آوردن، مصلحت چی قائل شدن یا میانه رو قائل شدن، همه این رو یعنی چیز؟ نعوذ بالله، یعنی وابسته به چگونه وابسته باز به عقیدهش. یعنی این شرک چی میشود؟ تقسیم میشود که شرکی وزنین یا شرکی سبوک یا شرکی میانه یا دیگر. حالا از دو گروه، یکی از مشاحین و یکی از چیز، یکی از مشرک دعایش قبول نمیشود که باید انسان استغفار بگوید از این گناه. حالا اونی که به نسبت اون انسان عداوت دارد چیکار کند؟ باید در حق اون انسانی که عداوت دارد نسبت اون دعا کند. پروردگار فلانی قطعی من دشمنی داشتم، بعدش میدیدم، حالا دیگر من فهمیدم، توبه کردم، پروردگار فلانی رو هدایت کن، فلانی رو برکت بده، فلانی رو عزت بده، فلانی رو کامیابی ها بده. وقتی که دعای خیر و برکت در حق برادرت میکنی، ملائکه های متصدی میگن برای خودت هم نیز این چنین. در حدیث است که دعای بنده مؤمن، برادر مؤمن در غیب برادرش مستجاب است، هم برای برادری در غیب بدهش و هم برای خودش. برای همینم در همین موضوع آمدگی است که یک نفر پیش استاد دانشمندی می رود، میگه استاد دخترم سن سالش به جای رفته شده است، هیچ نفری مناسب نمیاد که من دخترم رو به شوهر بدهم، چیکار کنم؟ آب دیدهش میریزد. میگه که شاگرد، برادر، حالا اکا دادرات، امک بچه هات، خاله بچه هات، اینا همه دختر دارن، دختری مجرد همسایت دختری مجرد دارد، به شوهر رسیده که حالا شوهر نکردن. میگه بعد میگه که برای بگو که پروردگار رو دختری فلانی وقت سعادت بده، یک شوهرای نیک بده، زندگی با سعادت بده، مردای صالح خیرخواه بده. پروردگار همه این دخترای فلانی رو شوهرای مناسب و بخت سعادت و زندگی و آمد و دیگر دعا کن. نیم شب بخیز، نماز تهجد بخون، دعا کن. بعد میگه استاد ولی که من برای دختری خودم اومدم، شما میگید که برای در حق دختری فلان. گفت برای دعا کن بیام. گفت در حق دختری خودم دعا نکنم؟ گفت که نی. 3 روز بعد میآید، هر شب میخیزد، میگه پروردگار رو دختری همسایه فلانی بخت سعادت، شوهر خوب، زندگی خوب، سعادت دنیا و آخرت نصیبش شده، دختری اکم، امکیم، خاله بچم، خاله دخترم، دختری فلانی رو بخت سعادت و کشایش و دیگر و شوهرای نیک و فرزندای صالح دیگر بده. 3 روز بعد یکی خندیده و پیش من استاد میاد. استاد میگه یک آدمی رو آرزوش داشتم خودش اومد، خواستگاری اومد برای دخترش، بیا بریم که دیگر فاتحه‌اش کنی. میگه که میخوایی که سعادتمند زندگی کنی، سعادت دیگران رو بخواه. اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. سعادت دنیا و آخرت رو میخوایی، برای سعادت دیگران سعی و تلاش کن. پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایت میدهد، هیچ شک و شبهه نیست. میگم اساس قلب صاف و پاک، نیت نیک، خیرخواه باش. انسانی خیرخواه نه در دنیا نه در قبر و گور
نه در قیامت هیچ وقت خور نمی شود. مهم اساس این ماه مبارک شعبان و شب برات را با توبه و تضرع و دعا و ذکر و مناجات و راز و نیاز و این همه بگذران. انشاءالله یک ساله حیاتی آینده همه پر از برکت و سعادت و قناعتمندی و خاطر جمعی و سبکی و آسودگی و آسایشتگی پروردگار میارد. فکر میکنم که وقتی جدا شده برای برنامه ما الکی چند دقیقه گذشت. در اخیر من از خداوند عزوجل به همه شما عزت و برکت و سعادت و کامیابی های دائمی و ابدی تمنا میکنم و خواهش میکنم که این ماه عبادت و شب برات ماهی یا که شب توبه و تضرع و ذکر و راز و نیاز و مناجات و دعا هست. دعا در حق خود، در حق اهل خانواده خود، در حق پیوندان و نزدیکان خود و در حق تمام هموطنان عزیز خود و در حق همه توجیک و تاجیک زبان و فارسی زبانی خود و در حق عموم مسلمان و انسانیت بشریت، هدایت برای انسانیت بشریت تمام و در حق پیشوای ملت و کشور و وطن. حتمی این دعاهای نیک رو بگویید. خداوند عزوجل حتمی عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برایتان میدهد. با این امید و آرزو که پروردگار سعادت دنیا و آخرت نصیب و روزیتان بگرداند، این برنامه رو جمع بست میکنم. در پناه پروردگار بزرگی قدیر و توانایی دائم و مطلق باشید. موفق باشید.